Oh, Capel. The scarf. Why؟ که سوالی هست میگه این شال رو چرا؟ Only you, will trainer, would tell a woman how to wear a bloody dress. فقط تو will trainer would tell Lucy. is everything okay؟ همه چیز اوکیه؟ Actually, no, there's something digging into my collar. در واقع نه. There is به معنای وجود داشتنه. There زمانی هست یه چیزی رو میخوایم وجود داشتن یه چیزی رو بگیم از there یا there is، حالا با فعل کنارش استفاده. Scarf. The scarf, why? سلام، روزت بخیر. لیسنینگ پرکتیس داریم با قسمتی بسیار زیبا از فیلم Me Before You. تمرینمون 3 مرحله داره. مرحله اول لیسنینگ پرکتیس، مرحله دوم vocabulary، مرحله سوم shadowing پرکتیس. در تکنیک shadowing گوینده آرام آرام جملات رو میخونه و شما به صورت سایه‌وار پشت سرش کلمات رو ادا میکنید و میخونید. این تکنیک به شما کمک میکنه تلفظها توی ذهنتون تثبیت بشه و به ساختار جملات عادت میکنید و ذهنتون برای درک مفهوم جملات و جمله سازی آماده میشه.